تا حالا هرچی آب قوره درست کردی رو روشاشو بذار کنار. این بار به روش من، اونم به صورت سنتی و محلی، بیا آب قوره درست کنیم. چون دیگه تو هیچ فصلی نیست، پس از همین الان انبارش کن که تا 1 سال برات بیمونه. برای اینکه آب قوره شفاف و خوش رنگ باشه، اول قوره هاتون رو خوب بشورین، بعد دونشون کنید، خوشه ها و شاخه هاش رو کامل جدا کنید. بعدش داخل قابلمه بریز و با 2 لیوان آب بذار روی شعله. وقتی به جوش اومد و قوره ها له شدن، به ازای هر کیلو قوره 1 قاشق سرخالی نمک بریز. یه ظرف بذار، آبکش رو بذار روی ظرف، دستمال نخی یا توریم پهن کن و قوره هایی که 10 دقیقه روی شعله بودن بریز تا آب زلالش کامل جدا بشه. میدونستین که نگهداری آب قوره داخل این بطری های پلاستیکی چقدر ضرر داره و خطرناکه؟ برای اینکه آب قوره‌تون سالم و موندگاری بالایی داشته باشه، سعی کنید تو ظرفای شیشه‌ای نگهش دارید. وقتی حسابی خنک شد، آب قوره‌تون رو داخل ظرفای شیشه‌ای بریزین و درش رو محکم ببندید. حواستون باشه کف روی آب قوره رو هم بگیرین. روش دیگه برای استفاده از قوره است که من چون با خوشه دوست دارم، با خوشه میریزم توی شیشه و آب قوره روش میریزم. حالا خیلی هم آب نمک میریزم، اما با آب قوره خیلی خوشمزه میشه. هم آب نمک میتونید بهش اضافه کنید، هم آب قوره. میتونید قوره ها رو از ساقه و خوشش جدا کنید، خشکشون کنید، 2 روز کافیه جلوی آفتاب بمونه، بعد آسیابش کنید. گرد قوره از سماق خوشمزه تره.